تو ویدیو قبلی اینو بهتون یاد دادم که این چطوری کنسو در بیارم. حالا توپیشو میبندیم، این دیسک چرخشم میبندیم، میریم زیر دستگاه. با یه دونه بوکس 35 بعد فشار میدیم توپی رو این کنه جا گرفته همین قدر. دیگه نمیخواد بری تراشکاری و بری کلی پول بدی واسه دستگاه پرس و خودت میتونی یه دستگاه پرس درست کنی. اینم بربک تعویض